مردت شادمانی داد ما را، خوشی زندگانی داد ما را. تو را ما سالها طلبیده بوده، خدا از مهربانی داد ما را. تو را ما سالها طلبیده بوده، خدا از مهربانی داد ما را. امینه جان امینه جان امینه، دل پاکیزه داغ نبینه. امینه جان امینه جان امینه، دل پاکیزه داغ نبینه. چشمانت صفایی آسمان ها، زی لبخندت شکوفان بوستان ها. خوشا ابریشمی دستان نرمت، کی شادی می دهد بر روح و جان ها. خوشا ابریشمی دستان نرمت، شادی می دهد بر روح و جان ها. امینه جان امینه جان امینه، جهان انگشترین نو تو نگینه. امینه جان امینه جان امینه، جهان انگشترین نو تو نگینه. چیز بایی تمنایی دلی مایی، وجودی نازکت از چشمی بدو که یکتایی. امینه جان امینه جان امینه، دل پاکیزه داغ نبینه. امینه جان امینه جان امینه، جهان انگشترین نو تو نگینه. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز شبکه تبریکاتی شهنان. امروز جماعی ما در دهه آهلیک در طرفخانه بنیادکه برای تبریک کردن جشن یک سالگی امینه بانو و البته جشن زادروزی سلیمانه و که امروز پدر عزیز در مسافرت هستند، جشن زادروزی زراخه قرار نیز جشن گرفته ایستادند. امروز تبریکات را از نام علی شرکه، گل محایطی، از مسافرت از نام علی مردانکه، زرشدکه، مدینایتی، شادان تاغا، انور تاغا، شاد روز و شکر جان تبریک کرده همراه شمایان با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفته. السلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده زیبای علیشیر حاجی بابا و آقا حاجی بابا و هر یک شما عزیزان به امروز جشن زادروزی امینه بانو و جشن زادروزی مادر عزیز سلیمانه و البته در مسافرت که پدر عزیز امروز امینه بانو سروخکه در مسافرت هستند و امروز جشن زادروزی آنها خوش آمدید میگیم. ما باشد بسرنه آنها جان و بابا جان ها را همراهی امینه بانو تکلیف میکنیم و بابا علی شرکه و همه سلیمانه گل محایطی شمایان را همراهی امینه بانو و البته مولوده تکلیف میکنیم. یک تر قرصک میزنیم امینه بانوی خوردکه که براش و همه امینه جان امینه جان امینه
علی شرکت بابا جمعی عزیز شما رو تکلیف میکنه مرحبا. امروز در خانواده‌تان روزی خرسندی بعضم بالایی بعضم بوده است. پیش از همه می‌خواستیم امروز زروفه را که در مسافرت گشتیم برای همین عائله پیش از همه برای مادر برای طفلک نازنینشان برای روزه امین بانو و عائله‌شان خدمت کردیم. چقدر از وطن از خویش و نزدیکان از تمام توی و مرکه ها دور شدن فقط برای رونق و رواج یافته عائله خودشان محنت کردند. زروفکه که امروز جشن زادروز دارند زروفکه می‌خواستیم تبریک بگیم که بعد از چند لحظه ها این ویدیو را می‌بینم. زروفکه زادروزتان مبارک، روز تولد را مبارکباد می‌گوییم. در مسافرت می‌گردید خداوند کریم در پناه خودش تمام مسافران را و قطار آنها شما را نیز نگه دارد. چقدر که هم کسب پرشرفترین کسب بسیار هم بهترین را وظیفه‌دار هستید، رانندگی میکنید، در راه میگردید. خداوند عزیز راههایتان را به استفاده کنند و همیشه هر یک ذره ریسک میدهند برای شما با برکت کرده عطا کنند. چقدر که با محنت‌هایتان من پدر و مادر صاحب عنوان حاجی شدند و زیارت خانه خدا رفته آمدن و بسیار هم یک عمل نیک مسلمانی را اجرا کردند. با همون مهنتی حلال شما امروز اینها صاحب من نبیره شیرین شده ایستادند. زرفت زادروزتان مبارک. میگویند بخواهم آسمان مانند برآید، زمانی درفشان مانند برآید، بخواهم از همه بیرون جوانها فقط رنگین کمان مانند برآید. امروز زادروزتان مبارک. و البته حاجیانه سلیمه خورم امروز چقدر که از طرف خداوند کریم از همه توفیق بهاترین میگوید فرزند از خود طفل است. در روز جشن زادروز شما فرزندتان زروفکه به دنیا آمدند. اینا ببینید که چقدر انسان خاکسار صمیمی زنی عاقله خاندان هستید که باز یک شیرین‌تر از فرزند نبیره امینه بانو در روز زادروز شما به دنیا آمدند. همه نیت‌های نیک را از نام خانواده علی شرکت دو ماهایی از مسافرت از نام زروفکه برای شما می‌رسانیم. میگویند با دو چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، با دو چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم، موج موی‌های سفیدم از سفیدی دل است با همه پژمردگی. زروفکه میگویند این زندگی بوده است خداوند کریم معجزه آور بوده است. ما پستی و بلندی‌های زندگی را دیدیم و پسی سر کردیم. همون پستی‌های زندگی من پدر مادرم برای من قوت دل می‌دادند که فرزندم این زندگی است. خداوند کریم معجزه می‌آفرد. در حقیقت معجزه آفرید. من در مسافرت باشم هم برای تمام اهل عائله‌ام از دستم می‌آمد که شرط و شرایط هستیم. خدا با شکر که پدرم مادرم حاجی سلیمه السلام در خاندان ما امینه ما ملکه خاندان هستند. امروز جشن زادروز امینه بانو را از نام باباجانشان علی شربابا از نام گلناهانه تبریک میگوییم. برای نبیره شیرین امشب نیت‌های نکو را میرسانیم. میگویند وجودت شادمانی داد ما را، وجودت شادمانی داد ما را، خوشی زندگانی داد ما را. تو را ما سالها تلمیده بودیم، خدا از مهربانی داد ما را. امینه جان امینه جان امینه دلی پاکت داغی نبینه، به چشمانت صفای آسمان ها، زلبخندت شکوفان بوستان ها، خوشا ابریشمی دستان نرمت که شادی می‌دهد با روح جان ها. امینه جان امینه جان امینه جهان انگشترین تو میگینه. در حقیقت بانو بابا از دامکش هم مقصد شیرین میبینن. امروز همین شیرینه که خاندان یک ساله شده است. سال گذشته در خاندانتون همین روز بیرام بودن، یک روزی فرصتی بود که همین روز نبیره اساسی خودتان
دمی پیریگا بابا جون من جای قبول دارم کنم این چه سیاه دارم کنم این تا در اطرافتون پروانه مشتری امینه بانو به دنیا آمده بودن من امروز جشن زادروزشان شده ایستاده است خدا کنم که 120 ساله شود و خواهرک و دادرکانشان زیاد شود میبینیم امروز جشن زادروز روزی تولد رو مبارکباد میدیم حاضر باشد از نام خانواده علی شرکت گلمهایتی برای امروز مادر عزیز سلیمانه توفاهای ارزنده و زیبنده است و البته انگشتری طلا رو میسپارم مهمانان تاثیر میزنیم در زیر صوت و صدا مبارک باشد و امروز امینه بانو از مسافران از نام علی مردانکه از نام زرشدکه مدینه ویدی شادانکه تا جانها انورکه شاد و زکام شکرکه تبریک میگویم گفتم که ما مسافران را میگردیم همین چهره شیرین جهنمای بینیم فرزندان آتش و کبارا بینیم اگر آن غبار دل بیرون میشود امروز امینه ما را رفته تبریک بگوید 120 ساله شود چهره‌ای که آدشان رو بجان نشود خدا پهلگر ما توی عروسیش برفته خدمت کنیم دادرکانش زیاد شود اگر در خدمتوی دادرکانش تبریک کردن است برای امروز امینه بانو میگویم امینه جانی ما امروز روز دارد آفتابکی من شام ما سحر شد کفتری سفید از لانه به در شد برخیز با هم یک جایه باشیم و کفتران لانه بپاشیم گفتن مانند آرزوهایشان زیاد شد همی شریک‌ها را برایشان تدارک آوردیم توفاها مبارک باشد زادروز مبارک روز فرصتی را مبارکباد بدیم و برای امینه بانو از نام آنجانشان از نام علی شرکت از نام گلمهایتی انگشتری طلاداری گوشوارهای طلاداری برایشان میسپاریم مرحمت مبارک باشد زادروز مبارک دستمانه طلا برای امروز امینه بانوی ما ملیکه بیشتر ما قبول کنید زادروزش مبارک و البته برای حاجیانه برای سلیمانه مانند خودشان گلدسته زیبا را تیار کردیم پیشکش خدمهایشان میگذاریم که در دستشان تحفه پروردگار است پیشکش پاشان میگیریم مرحمت پیشکش پاشان بگذاریم مبارک باشد زادروز مبارک زادروز را مبارکباد میگویم مبارک باشد John
از این کلیسیم امروز از همه شیرینی خواهدان همین حالا چیزا آمدنی وقتا از چهره امینبانو یک نظر کنیم اگر آن حالاکی باید زندگی می برآمدنی انسان زادروزشان است امینبانو را البته حاجیانه را زر و رقم را در جشن زادروزشان تبریک میکنیم مهمان ما خوش آمدید میبینیم برنامه السلام علیکم چی یا تو بزرگان یا تو خماسان Mają ciekawą muszą wybrać mieć moje wybuszy ci na to doświadczenia to są Rahmat, teşekkür ederim. Babata komşular, Rahmat. Salimama. Albatta imroz ki hamma niyatlarını az namı şiraka gurmana barı rızamın labana rasande. Belgeli tiflar ve her hamsa babayla sado zadrizasyon olarak. Barı rıza salimana barı diğer zadrizasyon olarak olmayı. Albatta melodi olarak başlar. Hazır başlar ham mama yaksoya niyatlarını ki amak şöyle aziz olmuşlar. Merhaba. Hazır bu ayakta tabrik diye imroz nabiyler var. Merhaba. Assalamualaikum. Rahmat, teşekkür. Albatta sen to'g'risdan mobaynlar bilan nazdiklarga hamma imro'za so'nggi jasur bilan nazdiklar taklif eting. Marhamat, shirini nomli bo'ling. Avvali shirini imshoma malikaro. Amina Bono می‌بریم و از آن تناول می‌کنیم. بعد از آن البته باز سورپرایزهای ما دوام دارد. برنامه Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, бьются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Señor Costa, Barnuma, Córdoba, Hamrovice,
بابا امید بابا سادرزی نبیره مبارک باد میگیم مبارک باشد زادروز مبارک زادروزی فرزند زادروزی نبیره رو مبارک باد میگیم مبارک باشد برای گلگاهان زادروزی رو مبارک باد میگیم مبارک باشد مهمانان عزیز شریک در عرفیت سمرقندی عزیزی ما یک مراسم زیباست که طفلک یک روزه یا 7 روزه یا 1 ساله می شود آن کاکلان نازنینش را قیچی می زند البته بای نازنین آن طفلک باید خیر و احسان کند امروز باشد آنجان و بابا جان های دسترخوان پر از خیر و احسان را برای شمایان کشاده دادند می‌خواستیم همراهی حاجی باباها از کاکلان نازنین امروزه دخترک نازنین امینه بانو برند و نیت کنند که عمرش دراز شود صاحب معلومات عالی گردد و همه قیچی کتاب را می‌خواستیم نزدیکتر بیارند یک جای کاکلان نازنینش را قیچی می‌زنند و همه مهمانان عزیز امروز برای نبیره برای امروز شیرینک خانواده چقدر تحفه‌ها چقدر سورپرایزها از نام خانواده علیشرکه البته گلماهایتی آماده کردیم خواستند که این لحظه های زیبای فرزند و نبیره عزیزشان را با یک درجه اعلی گذرانند حالا باشد و صحنه برای تبریک کردن امروز صاحب جشن ها از نام خانواده علیشرکه گلماهایتی یکی از حافظه ها یکی از آن بانوهای صحنه که نه قدم‌های خود را روی صحنه مانده در روزهای خرسندی مردم خدمت کرده ایستادند می‌خواستیم البته سرودهای بیرانگیز سرودهای تر و تازه را پیشکش شما می‌کنند رقص و بازی خرسندی شادیانه کردند امروز جشن زادروزی امینه بانو را با یک درجه اعلی می‌گذرانیم مرحمت سرودهای شوخ برای شمایان برای شما بانوی هنر نرگیز بانو و او بابا می‌سراید مرحمت
پس راحت برو بی من هیچ کی با جست و منو یا برای تو راحت باش دورم از تو دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای بهم قول میدم
نکنم نمیشه خندم خودم همیشه در تگ دل آزاره دوان دوان با پیشم ناله کنم نمیشه خندم خودم همیشه چکی چکی بارا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بردی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بردی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بردی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بردی کو یار بیا بیننده های عزیز امروز جشن زادروز یک سالگی امینه بانو را البته جشن زادروز سلیم حاجیانه را جشن زادروز زروخکه را همراه شمایان به هم دیدیم میگویم با ما باشید با شبکه شهنان البته خود را احتیاط کنید